این صاحب سالن زیبایی واقعاً شیطان بود. سال 1947 در شهری به نام اینترکورس در ایالت پنسیلوانیا، زنی به نام آنیتا پاندینگ سالنی به اسم بیوتی ماجیک افتتاح کرد. او به زنان قول میداد که میتواند آنها را زیباتر از همیشه کند. هر زنی که از سالن او بیرون میومد، خیره کننده به نظر میرسید. آنها میتوانستند توجه هر مردی را که میخواستند جلب کنند. اما خیلی زود مردم متوجه چیز عجیبی شدند. زنانی که به سالن آنیتا میرفتند، شروع کردند به سریع پیر شدن. زیباییشان در عرض چند روز از بین میرفت. بعضی‌ها حتی بیمار می‌شدند. شهر شوکه شده بود. چطور زن‌هایی که آنقدر زیبا شده بودند، ناگهان اینقدر ضعیف و خسته شدند؟ آنیتا فقط درمان زیبایی نمیداد. او جوانی آنها را می‌دزدید. او فرمول مخفی داشت که انرژی زنان را می‌گرفت و باعث می‌شد تنها در یک هفته پیر و خسته به نظر برسند. این کار آنها را مجبور می‌کرد که برای درمان دوباره به سالن او برگردند. زنها مدام برمیگشتند و بیشتر و بیشتر پول خرج می‌کردند، بدون اینکه بفهمند خود آنیتا دلیل پیر شدنشان است. او با دزدیدن جوانی آنها ثروتمند می‌شد. وقتی حقیقت فاش شد، خیلی دیر شده بود. آنیتا ناپدید شده بود و شهری باقی مانده بود پر از زنانی که بهای سنگینی برای زیبایی موقتی پرداخته بودند.